در کتاب حراست الفضیله علامه بکر ابوزید رحمت الله علیه یک مسئله را ذکر کردن که حال این دخترچه به بلاغت نرسیده است که گفته در باغچه با پسرها رقص و بازی کردن، لباس های غیر اسلامی پوشیدن، با دلیل اینکه حال این فرض نیست که حال این بلاغت نرسیده است، درست حالی فرض نیست، لیکن و یک بار بعد وقتی که فرض شد همون روز حجاب گیره کنی، امروز برای تو فرض شد گفتن براش علاقه مشکل میشه. برای همین باید از ایام خردسالیش پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که مرو ابناءکم بالصلاه و هم ابناء 70، فرزندان خود رو به نماز امر کنید حالا آنکه اونا 7 ساله هستند. بله در سن 7 سالگی نماز فرض نیست، لیکن برای پدر و مادر فرض است که آنها را امر کنند به نماز. امر کردن پدر و مادر فرزندان خود را حالا که فرزندانشون 7 ساله است فرض است، لیکن خودی نماز خواندن برای آن کودک حالی فرض نیست. فهمیدید؟ یعنی که چه شریعت برای چی از 7 سالگی پدر و مادر امر میکند که فرزنداش امر کند که نماز خواند؟ تا اینکه عادت کنند این کاری، یعنی معمولی عادتی هر روزی کودک شود الکی. چون که 10 که شد الکی نخواند این وضربوهم علیها، اگر گپ گوش نکنه در سن 10 سالگی الکی اجازتی به زدن کردن. یعنی تا از 7 تا 10 سالگی با شما هم خیلی تربیه کنید که آها الکی بی گفتی شما نمازهای خواند باید. برای همین درست است که از همین خردسالی تربیه نیکی اسلامی میدهید. کوشش کنید تا الله تعالی برای هر یک عائله، سردار عائله خاصتا گفتگی است که ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای آنهایی که ایمان آورید خودتان و اهل عائلتون از آتش دوزخ نگاه دارید. هر یک پدر باید همیشه نقشه تربیه فرزندها، معلم یافته آوردن، به معلم برده ماندن، خودش تعلیم دادن، مادر زنش تعلیم تیاد، یعنی وقتهای تقسیم کنیتون، وقتی بچه های پر کنیتون، خالگی نماند. بگذار کاری دنیا باشدم، زمین کلان کردن و نگاه و بین کردن به مال و حال باشدم، مهم خالی نماند. خالی ماندن این مفسده هست، بچه ویران میکند. بچه به کار تامین کنند، به علم تامین کنند، وقتاش پر باشد. بگذار فوتبال بازی کند، بازی کردنش در مثلا میدان برآمده سحری بعدی بامداد فوتبال بازی کند بهتر از همین تلفن بازیش. اون فایدهش برای سلامتیش، مثلا دویدن یا مشغول شدن به ورزش، خلاصه مشغول شود یا به کاری حلال و ثواب و فایده نه، یا به کاری مباح. مباح یعنی گناه نه.